قسمت درایو خود میایم برای شما ایدنا چی میسازم. یک فولدر براتون میسازم به نام صنفتان. در این شروع میکنیم با کار. خب در داخل بندیکم که این فولدر مربوط به ریکاردر ماست. اینجا میایم کنترل شیفت ان یک فولدر جور میکنیم به نام کلاس 8 ای. انتر رو میزنیم. حالا در داخل از این میایم، در داخل از این هم ویدیوها رو میمونم، هم فایلی که مربوط به پروژه ماست. کنترل شیفت ان مربوط به ویدیو شوه که بعدا باز ویدیو رو دی پرتام و همچنان کنترل شیفت ان مربوط به پروژه ما میشه که نام پروژه ما میمونیم پروژکت. این نام پروژه ما. در داخل پروژکت میشیم حالا میایم چیزایی که ضرورت داریم. یه دونه فایل HTML پس کلیک راست میکنم، میایم در قسمت نیو، در قسمت تکست داکومنت نوشته میکنم اندکس یا نامش میمونم همون اندکس دات HTML. تکستش پاک میکنم، انتر میزنیم، یس میگیم. فایل ما چی میشه؟ به شکل براوزر شد. حالا میاد داخل براوزر رو باز میکنیم. فعلا چیزی نداره. اولین کاری که انجام میدیم میایم این رنگی که مربوط به بک‌گراند وبسایت ما میشه را پیدا کنیم که دیگه چی کنیم؟ اضافه کنیم. که چقدر رنگ پیدا کنیم. حالا ببینید. به خاطر پیدا نمودن رنگ ما شما میتونیم از برنامه پنت استفاده کنیم. شما یه دونه اسکرین شات از روی صفحه بگیرین، بازمی عکس ببین در پنت چی کنین؟ باز کنین. در پنت که باز کنین، در پنت ما چی داریم؟ یه دونه چی داریم؟ تو قطر شکان است. اون که بگیری از رنگ چی میکنه؟ رنگ میگیره. پس من از یه دونه اسکرین شات بگیرم. پس میایم fn پرنت اسکرین رو میزنیم. ریکارد است. خب پرنت اسکرین از زدیم. من میگم اینا قجای به من عکسش بگیرم. این همه قدر جای عکسش بگیرم چون که بعداً باز رنگای دیگه هم کار میشه. عکسش گرفتیم. اینا رو میایم برنامه پنت باز میکنیم. یا این عکسی که من بگیرم در چی ذخیره میشه؟ در داخل درایو سیما، در داخل فوتو. چون از ما ویندوز 11 است، از شما 10 شاید در جای دیگه ذخیره شه، ولی از من فعلا در فوتو ذخیره میشه. در فوتو میایم در اسکرین شات که از این صفحه ما عکس گرفتیم، اینه که من باز کنم. اینا دو تا عکس گرفته بودم، مردیش یک است. پس ما این رو میایم کلیک راست در برنامه پنت را باز میکنیم. میایم میگیم اوپن ویت پنت. پس در پنت را که باز کردیم خب این در پنت باز شد. آل رنگایی که من کار دارم مثلا اینجا چند رنگ است؟ 3 رنگ است. نه سفید است، رنگ بک‌گراند است و همچنان رنگ سبز داریم. پس ما ارزشش میخوایم بگیرم، میایم از قطره چکان استفاده میکنم. میگم اول رنگ بک‌گراند رو بگی به من. پس رنگ بک‌گراند اینجا آمد. در قسمت کاستومایز که در قسمت کاستوم کالر که بیایم اینجا ما چی داریم؟ نام رنگ ما اینه. نام رنگ ما چی است؟ علامت نمبر 1C1C22. این نام رنگ است. پس من اینو کپی میگیرم، دیگه فعلا بسته میکنم. حالا دیگه فعلا کار نیست. میایم در صفحه اندکس ما و شما قبلا در نوتپد کار میکردیم، حالا ما در نوتپد کار نمیکنیم. میدونم چی داریم؟ میدونم تکست ادیتور داریم به نام VS Code. کسی اگر ضرورتش داشت میتونه در سایتش بره دانلود کنه. سایتش رو نوشته میکنین VS Code، انتر بزنین. اولین سایت از همون هست نه ویژوال استودیو کد. بالاش کلیک کنین. هم برای مک است هم برای ویندوز، یعنی هم برای کامپیوترهای آیفون و هم برای کامپیوترهای دل و دیگه. اینی هست نه. این یک تکست ادیتور است. که با ما کمی خوشایند باشه. مثلا کدش هم کنیم خوشایند باشه، رنگ‌های مختلف داشته باشه. دیگه خوبیش است مشکلات املایی ما را حل میکنه. اگر من املایی مشکل داشته باشم، مثلا من میگم بک‌گراند به جایی که کپتم سیمتم مشکل بک‌گراند نمیشه، درست انتخاب کن. و خوبی دیگه است که بر ما غلطیابی هم میکنه. اگه ما غلط باشه ما میگیم قسمت است اشتباه صحیح نشه. دوت فور ویندوز است. کامپیوتر من خوب ویندوز است دیگه. با من خودم دانلود فور ویندوز. کسی که مک باشه دانلود فور مک میاد. پس ما اومد دیگه ویندوز است. که 120 روم بعد یادتون باشه که ویندوز که از ورژن اپدیت شدگی کار داره، یعنی ویندوزش باید ورژن 16 باشه، یعنی ویندوز 11 باشه. اگه نبود اگه ما دانلود کنیم نصب نمیشه و کامل ویندوز در ورژن های اپدیت ویندوز کار. اگه تا از نام اتم تکست ادیتور اینا میتونید شما اینو دانلود کنین. اینم که از برای همین کد نویسی است، مثل VS Code است. اینایی است. اینم که دانلود کنین کار میده. این باز در ویندوز 7 هم کار میده، 10 هم کار میده، 11 هم کار میده. مهم نیست باشه که اپدیت باشه یا نباشه. ولی VS Code که است
آخرین ورژن ویندوز کار داره. مثلا ویندوز باید 11 چی باشه؟ 11 2025 باید باشه. اگر سابقه بود باز وقت کار نمیکنه. این دو سایت هست، هر کدوم شما خواستین فقط سرچ برین دانلودش کنین. پس من وی اس کد دارم، میایم وی اس کد باز میکنم. پس من اینو فعلا بسته میکنم دیگه. من خودم وی اس کد دارم. برای باز نمودن وی اس کد روش‌های مختلف داره. شما میاین در قسمت سرچ نوشته میکنین وی اس کد. باش که بیای برای من وی اس کد اومد، این آیکونش هست. درست است؟ 8 هست. این علامه چی از دیگه؟ لایتنایی واره. پس سرش کلیک میکنم، وی اس کد با من چی میشه؟ باز میشه. برای شما که دانلود کنین به رنگ آبی میاد، ولی چون که من خودم این از قبل داشتم و کاستومایز کردم به رنگ سیاه میاد. چون که من اینو تغییر دادم. مثلا من میتونم دلش تغییر بدم، رنگ سیاه باشه، سفید باشه، هر اون رنگی خوش داشته میتونیم برش بانه. پس من الان میایم فایل خود اینجا باز میکنم. این قبلی مثلا برای باز نمودن فایل ما که مربوط به ما پروژه ما میشه، میایم در قسمت فایل اینجا اکشن داریم به نام اوپن فولدر. بالای اوپن فولدر کلیک میکنیم. در هر پروژه رو زیرک کردیم. مثلا پروژه ما در داخل چی است؟ در داخل داکیومنت است. در داخل داکیومنت میرم، در داخل فولدر به نام بندیکم و فولدری به نام کلاس چی شد 8A. اینا کلاس 8A و ایام نام فولدر ما پروژکت انتخابش میکنم فولدر ما. حالا که با اینجا باز شود، پس اینا فولدر برای ما باز شد. در داخل فولدر ما یه دونه فایل داریم به نام index.html که مربوط به فایل چی میشه؟ HTML ما. این انتخاب میکنم، در این صفحه باز میشه. اینجا من چی میکنم؟ کد نوشته میکنم. پس نوشته میکنیم قوس باز HTML قوس بسته انتر قوس باز سلش قوس باز هید قوس بسته انتر قوس باز سلش هید قوس بسته انتر. در داخل از این نوشته میکنیم تایتل قوس بسته نام داخل میمونیم پروژکت کلاس 8A و تایتل هم بسته میکنیم. اینا رو براتون میگم که تگا چی است. خب که تو فکر نکنید ولی تگ رو شما ببینید چی به درد میخوره. بعد از اون میایم قوس باز بادی قوس بسته قوس باز سلش بادی قوس بسته و داخلم قوس باز سلش HTML قوس بسته. فایل خود سیو میکنیم. بعد اون ما میایم همین پروژه ما در این صفحه که باز کردیم یک بار رفرش میکنم. پس ببینین نام پروژه ما چی شد. یکم زوم کنم براتون که معلوم شود. کمتر یکم ضعیف است، تال میخوره. خب کمتر شما قوی باشه باز وقت تال نمیخوره، زود باز میکنه. خب میم نزدیکش میکنیم. بسیار زیاد نزدیک شد، یک کمی دور کنیم. حالا ببینید نام پروژه ما چی شد؟ کلاس 8A. اینا رو میایم یگان چیزا نشون میکنیم. خب اولین کاری که میکنیم اول میایم تگا رو براتون معرفی میکنم. درست است؟ تگا چی است؟ چی به درد میخوره اینا؟ خب تگ اول ما که است یک کمی من فونتش کلان کنم براتون. صحیح معلوم میشه؟ نمیشه معلوم؟ حالا معلوم میشه؟ صحیح؟ تگ اول ما که است HTML ما وقتی نشون میکنیم چون که ما داریم از کدام زبان کار میگیریم؟ HTML. پس تگ HTML باز میشه، داخلم بسته میشه. بعد از اون تگ هید است. هید که است قسمتی از وبسایت است که قابل دید نیست، ما شما نمیبینیم. در قسمت هید ما شما کدهایی که مربوط به دیزاین میشه در اینجا نوشته میکنیم. مثلا همین وبسایتی که فعلا مثلا ما ساختیم، این همین وبسایت، این دیزاینی که ما کار کردیم در کجا نوشته میشه؟ در داخل هید نوشته میشه. این رنگ آبی و سبز و مثلا این بک‌گراند سیاه و این متن سفید که است کلش در داخل هید نوشته میشه. در این قسمت تگ هید ما در این قسمت. دیگه بادی کدام قسمت است؟ بادی بدنه وبسایت است که نمی متنی که شما مکمل میبینید